سلام، روزتون بخیر. ما یه همکاری داشتیم با شرکت صداقت پیشه فارس که حالا براشون هم کار لایفشون رو انجام میدیم، هم هایپشون و هم محصول جدیدشون که آریته. این استند با MDF خام کلا ساخته شده و نسبت به اون رنگ سازمانی که داشتن براشون رنگ کردیم استند. جزئیات استند همونجوری که میبینید، لوگوی این استند حالا پایین کار و بغل کار با پلکسی ساخته شده که به صورت برجسته باشه. سرشلفای کار که طبقه بالا دارید میبینید با پلکسی ساخته شده برای اینکه حالا فرم داشته. اگه پلکسی نباشه، یعنی اگه فرم نداشته باشه، ما میتونیم با آلومینیوم بسازیمش، ولی باید حتما فرمش مستطیل باشه. چون طرحدار بوده ما به صورت پلکسی گلاس درستش کردیم. چاپی که برای این کار در نظر گرفتیم، همه چاپ ما با یووی روله که باعث میشه که چاپ یک نواخت باشه، مخصوصا وقتی پشتش نور کار میشه. باز لوگوی ساید کار رو میبینید که اونم باز برجسته کار شده و کلیت این استند جوری انجام شده که تقریبا همه کارا توش انجام شده. برای حالا مقاومت طبقاتی هم که داره، لوله‌های استیل استفاده کردیم که به خاطر وزن کاری که داره، وزن محصولی که دارن، بتونه مقاومت کافی رو داشته باشه.